الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضار نهایت عزیز شنونده های محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را باز هم سپاسگزار هستیم که با وصف خطاها و گناه های ما را مهلت میده، ما را فرصت میده تا ای که در این مکان جمع شویم و یاد از الله و پیامبرش را بکنیم، در پای صحبت های الله و پیامبر بشینیم و به خاطر استماع از او ما جمع شویم، اخلاص به خرج بکنیم. خب موضوعی که امروز میخوایم به شما و دوستا به عرض برسانم پیرامون استسقا هست که انشاءالله استسقا را با همو معنا و مفهومش بیان خواهیم کرد. شاید شما دوستا وقت ناوقت نامی از استسقا را شنیده باشید یا در عرف ما یک نماز است به نام نماز استسقا. اکثرا اوقات وقتی که خشکسالی میشه مردم به کمبود آب مواجه میشن، در بعضی جاها نماز خوانده میشه. آیا تنها نماز را استسقا میگن یا چیزهای دیگه هم استسقا گفته میشه؟ در حالی که نماز هم طریقه مشروع هست و هم استغفار و دعاست و خود استسقا از لحاظ لغت طلب آب را میگن. شما اگر متوجه شده باشین به داستان‌های قرآنی، زمانی که موسی علیه السلام از شر فرعون نجات پیدا میکنه در دشت تیه موج اقامت گزین میشن، نیاز به آب پیدا میکنن. الله از او حکایت میکنه و اذ استسقا موسی لقومه، وقتی که طلب آب کرد موسی علیه السلام برای قومش یا الله ما در خوشحالی به سر میبریم، یا الله برای ما آب نصیب کن. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عینا. الله برش حکم میکنه که با عصای در امی سنگ بزن
دو سنگ میزنه. موسی علیه السلام 12 چشمه از او سنگ خروشان میشه، انفجار میکنه، جاری میشه. یه هدف ما سر کلمه استسقا بود که استسقا تنها در این امت نه که در امتهای قبلی هم مشروعیت داشته. اونجا میبینیم موسی علیه السلام تنها دعا کرده که یا الله بر قوم آب نصیب بگردن، یا ما را سیراب بساز، به ما آب نصیب بگردن. اینجا از لحاظ لغت استسقا تنها آب خواستن را میگن، اما اصطلاح شرعی طلب کردن باریدن آب است به طور مخصوص در زمانی که مردم به مشکلات بی‌آبی روبرو شوند، که کشتزارها خشک شود، جویبارها آبش کم شود، کاریزها و جویها جریان نداشته باشد، چاه‌ها و چاه‌های عمیقی که از اون مردم استفاده میکنه آبش پایین رفته بره، مشکلات مردم حل نشه. این همی وقت است که استسقا باید انسان بخواند، طلب آب کنه از الله سبحانه و تعالی. بنان نماز استسقا طلب آب کردن است. خوب، این که استسقا ما تنها به نمازش عادت داریم یا معرفی هستیم، شناخت داریم، در حالی که خود استسقا نماز هم مشروع است. گرچه از علما میگن که استسقا تنها دعا و استغفار است، که تو دعا بکنی از الله، استغفار بکنی از الله، از گناهایت مغفرت خواهی بکنی، عفو و گذشت طلب کنی. اینجاست که الله سبحانه و تعالی برای بنده های بنابر مصلحتشان باران میبارانه یا مشکلات بی‌آبیشان را مرفوع میسازه. اما عده از علما بعضی احادیثی آمده که پیامبر خدا نماز هم خوانده، اما بعضی ها میگن پیامبر نماز نخوانده. خب به هر صورت تطبیقی دو قولی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی اوقات نماز هم خوانده و بعضی اوقات نماز نخوانده، تنها دعا کرده و حتی اصحاب را گفته که شما دعا بکنید. واقعی عجیب است که حضرت انس یک حدیث را روایت میکنه، میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گمان غالب که در نماز جمعه بوده، میگه در منبر ششتگی بود، خطبه میخواند، یعنی بر ما وعظ و نصیحت میکرد. میگه یک اعرابی آمد، یک صحرانشین یا شک راوی است، یک شخص آمد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم مواشی حیوانات تلف شد، کشتارا خشک است، نزدیک است خشک شود، ما از بیابی رنج میبریم، برای ما دعا کو یا رسول الله علیه و سلم که الله باران ببارانه. پیامبر صلی الله علیه و سلم مبارک دست بلند میکنه که الله برای ما باران بباران، ما را از آب مستفید بگردان. حضرت انس میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم دستایش پایین نکرده بود در حالی که در آسمان هیچ توت ابری موجود نبود، هیچ ابری معلوم نمیشد. دیدیم که هم توته های ابر پیدا شد در اطراف ما، در اطراف مدینه بلند شد از پشت کوه ها و دره ها. میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم از خطبهش فارغ نشده بود، از وعظ و نصیحتش فارغ نشده بود. میگه چنان باران شدید آمد که پیامبر صلی الله علیه و سلم خود در ابتدای اسلام بوده، مثل مسجد امروزی مدینه یا اون مسجدشان قسمی نبوده که جلو از آب از برف باران بگیره، همون سوارکا لخایی که بوده با چوبهای نازک پوشاندگی بوده. میگه ریش مبارک از باران تر شد. میگه تقریبا همون تو باران شدید تا 3 روز نما پیدا کرد و حتی تا آخر هفته همون تو باران شد تا جمعه آینده. باز پیامبر علیه السلام در خطبه بود که باز هموش یا کسیدگی آمد، گفت یا رسول الله دعا بگو که قریب از خانه ها غرق آب شود، خانه ها چپه شود، کل جای آب ببره.
حتی روایت میگه پیامبر خود تبسم کرد، باز دستا را بلند کرد، گفت یا الله باران را بالای ما نباران بلکه در اطراف ما بباران. در اطراف ما به این معنا که در کوه ها بباران. آن تحقیقات هم ثابت کرده که در کوه ها وقتی که برف و باران میشه، کوه ها چشمه های روی زمین است. کوه هاست که آب ذخیره میکنن و از وجه است که رگ های آب به طرف زمین میه. و دوستایی که در امور آب تخصص دارن میگن ما در نقاط بلند با بسیار عمق کم آب را کشیدیم، اما در روی زمین یک اواریا بسیار با عمق پایین آب نبر آمده. مثلا در جاهای بلند نزدیک کوه ها در 20 متر نمی شرایط آب بر آمده، اما در این مناطق در 40-50 متر هم آب نبر آمده، چون کوه ها منبع آب هستند. خب این حالت پیامبر خدا بوده. بعضی اوقات نماز هم خونه بنابراین حدیثی که من ترجمهش با شما گفتم، اون پیامبر خدا نماز نخونه، صرف دعا کرده. و حتی اصحاب را میگه شما استغفار بکنید، دعا بکنید. و حتی اون فقهای کرام میگن پیش از این که مردم برن به خاطر نماز و نماز هم در جای باید صورت بگیره که دشت باشه، بیابان باشه، مردم پیش از رفتن دوجه صدقه ولو بکنن، از گناه های خود توبه بکنن و حتی کسایی که توانایی داره صدقه بتن و همچنان لباس های ششتگی چرک نه، اسلام نظافت را بسیار مراعات میکنن، لباس های کونی خدا بپوشن. در نماز جمعه که می لباس پاک خوب خدا بپوشیم، اما در استسقا که میریم اگر نماز خوانده میشه در جای دشتی، میگه لباس شستگی کونه را باید بپوشن، حالت تذلل را، حالت حقیری و فقیری را برای خود بگیرن، سرهای خود لچ بکنن، با سر برهنه بسیار خاشعانه بسوی چیز برن استسقا برن. اون حدیث آمده پیامبر خدا وقتی که به استسقا میره خاشعه متذللا لفظ حدیث میره، بسیار با حالت انکسار، شکستگی، با قلب نرم، با حالت تواضع به سوی میدانی که استسقا میشد، اوج دعا و طلب مغفرت میشد، در اوج طلب باران میشد، پیامبر خدا به همین حالت میره. و بعدا اون امام 2 رکعت نماز میخونه بس به طریقه جماعت و کوشش بکنن نماز طولانی بوده باشه. بعدا امام وقتی که نماز را خلاص کرد، اون اختلاف روایت است، بعضی ها گفتن که خطبه بخونه، بعضی نه خطبه نیست، تنها دعا کردن است، بعد دعا کرده شود. و دعا هم قسمی نیست که امام رخش به طرف مردم باشه، نه خیر، مردم نشسته باید بوده باشه، امام رخش طرف قبله، دست به دعا باشه، دستای خود بلند بکنن. و حتی پیامبر علیه السلام در تو حالات چنان دعا کرده که دست خود اختر بلند گرفته که می سفیدی های زیر قول پیامبر خدا را ما می دیدیم و بسیار خاشعانه و بسیار با یک سوز و گداز دعا کرده پیامبر علیه السلام. و حتی ایده علما میگن در تو حالت باید پشت دست گرفته شود، طرف روی پشت دست بلند شود، یعنی این دعای شدید است، دعای تضرع است که پشت به طرف به شکل بگیری، یعنی با پشت دعا کردن یکی در این حالات سختی میه که پیامبر خدا در بعضی حالات حتی با قومایی که دعای بد کردگی پشت دست بلند کردن، همه که قومای زکوان و عدل و کی اینها را دعای بد میکنه، پشت دست خدا به شکل میگیره، این تو نمیگیره. و همین شکل و فقهای کرام میگن که در وقت دعا پشت دست خدا طرف خود بگیره و رخش طرف قبله بوده باشد. و اگر احیانا در روز اول باران نمیبارد تا 3 روز ادامه بتن، باز هم اگر باران نمیشه مردم مایوس نشن،
مردم ناامید نشن که دعای ما قبول نشد، ما برای ما آب نبارید. پیشتر اشاره کردم که الله به مصلحت بنده خود میبینه. اگر مصلحتشان باران بود برایشان میبارانه، اگر مصلحتشان الله ندید باران قطع میکنه سرشان. پس ما بنده هستیم که خیر و شر خدا نمیفهمیم. خب ما مسئولیت و مکلفیت خدا بنابر احادیثی که ما اجرا میکنیم که ما باید مشکل خدا از الله بخوایم، اما ای که الله میته یا نمیته او ارتباط به حکمت الله میگیره. بعضی ها سرعت در دعا میکنن که والا دعا میکنن دعای قبول نمیشه. چرا؟ اگر سریع موضوع بحث بکنین وقت زیادی را میره. هدف ما سر استسقا بود. خب استسقا تعریفش لغوی و همچنان اصطلاحی و طریقش خدا کنه که واضح شده باشه به دوستا، اینا فهمیده باشیم. میم سر بعضی واقعاتی که یا حالاتی یا آیاتی که پیرامون استسقا یا طلب باران نازل شده، بزرگترین چیز به خاطر طلب کردن باران استغفار هست، از الله معافی خواستن است، به الله رجوع کردن است، از گناه ها توبه کردن است. الله سبحانه و تعالی در سوره نوح داستان نوح علیه السلام را یاد میکنه. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. خب شأن نزول این آیت گشت سوره نوح مکمل واقعات قوم نوح علیه السلام را بیان میکنه که قوم چی کرد، چگونه عکس العمل در مقابل نوح علیه السلام نشان دادن و قوم نوح علیه السلام دعوت نوح علیه السلام را نپذیرفتند. تقریبا 950 سال به اینها دعوت کرد، اینها را به ایمان دعوت کرد، به توحید یگانگی الله دعوت کرد، اما اینها بت پرست بودن. یغوث و یعوق و نصر بت های مشهورشان بود. یه قوم باران بالاشون قطع شد به اثر گناهی که داشتند. زنهایشان 40 سال عقیم ماند، نازای ماند، در بینشان اولاد تولد نمیشد. عذاب خداست. چون در وقت عمرها زیاد بود، 40 سال که من میگم شما تو فکر نکنید که عمرشون چقدر بود. وقت عمرها زیاد بود. ما هستیم که 70 سال 80 سال، نهایت یک کسی 100 سال از ما 100 سال هم بسیاری نمیرسه. خب ببینید که وقتی که 950 سال تنها دعوت کرده نوح علیه السلام، تقریبا بنابر وقت 1150 سال عمر حضرت نوح علیه السلام شده بوده. 40 سال با او یک تقریبا وقت کم بوده. یک داستان عجیب است. نوح علیه السلام کنار قبر تیر شد. یک مادرک بیچاره سر قبر گریان دارد. وای بچه یکم جان مرگ شدی. گفت مادر بچه که چند ساله بود؟ جان مرگ شده. گفت 40 ساله بود. 40 ساله از او 4 ساله ما شما. در 4 ساله کسی از اطفال فوت کنه؟ ما این ولی جان مرگ شد. یا فرض کن در 12 ساله و 15 ساله ما شما. یعنی 40 ساله از او اما نو بلوغ از او بوده، جوانکایشان بوده. 40 سال زنهایشان عقیم ماند، نازای ماند، نزایید، طفل به دنیا نآوردن.
چارپاهایشان هلاک شدند. تمام سرسبزی ها و نباتاتشون رو به خشک شدن شد. سعی کنید یک قوم قدر سخت دل بودن، این همه قدر مدت طولانی این همین مشکلات بالایشان میه. پیامبر خدا در بینشان است، حضرت نوح علیه السلام. نمین که 40 سال پیشش و 1 سال 2 سال تیر شده این مشکل رفع کنند. بعد از 40 سال پیش نوح علیه السلام میان که میگه ما را کمک کن، ما را راهنمایی بکن که خداوند ما را از این مشکل نجات بده. همینجاست که حضرت نوح علیه السلام برایشان همین سخن زیبا را میگه، از جانب الله میگه، از طرف خود نمیگه. الله میگه فقلت، ما گفتم برای کی؟ به نوح علیه السلام که برای قومت بگو استغفروا ربکم، شما از پروردگارتان مغفرت بخواید. این گناهی کردی در مقابل پیامبر استاد شدی، گناهایی کردی، از این مغفرت خواهی بکنی. یعنی اگر میخواهی که خوشسالیتان جور شود، مواشیتان از بین نره، زنهایتان پس به حالت اولیش تولد تناسلشان جور شود، استغفروا ربکم، از الله مغفرت خواهی بکنی، از الله بخشش بخواهی یا با الله آشتی بکنی و دروازه الله شما رجوع بکنی، بت‌ها را ترک بکنی، شرک و کفر رد بکنی، به الله واحد و لا شریک ایمان بیارید. اگر شما این کار را کردین، انه کان غفارا، الله را شما غفور میافین، مغفرت کننده میافین. فقلت استغفروا ربکم، گفتیم که بگو استغفروا ربکم، شما مغفرت از پروردگارتان بخواهید. انه کان غفارا، الله بخشنده است. این گناه های قبلا کردی همه ایش الله میبخشه. خب یک نتیجه استغفار بخشش گناه هست. خب به یک متوجه باشید دوستان، جوانای ما، میانه سالای ما، مستفیدای ما، ذکر استغفار را فراموش نکنید. پیامبر علیه السلام در یک حدیث میگه که روزانه 70 بار و حدیث دیگه میگه روزانه 100 بار استغفر الله میگفت. یا الله از تو مغفرت میخوایم، بخشش میخوایم، یا الله مرا عفو بکن. پیامبر در حالی که از گناه صغیره و کبیره پاک است، چرا پیامبر استغفار میکنه؟ اینه به ما تو امت درس میده که متوجه باشه شما وقتی که پیامبر روزانه 70 الی 100 بار استغفار میکنه بدون از اینکه گناه داشته باشه، پس شما کسایی که ملوث با گناه های خرد و کلان هستی به طریق اولا باید ما روزانه هزارها بار استغفار بگوییم تا اینکه شامل مغفرت الله شوید. پس کسی که استغفار بکنه الله گناه هایش عفو میکنه. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، الله میگه من غفور هستم، بخشنده هستم به کسی که توبه بکنه و دیگه بعد از توبه خود عمل صالحه بکنه. مایوس نباشیم که ولی من بسیار گناه کلان دارم، مرا خدا نمیبخشد. نه، ناامید از رحمت الله شیطان شد که شیطان خودش از لفظ شطانه گرفته شد، یعنی به معنای دور شده، رانده شده. من کتاب مناسبه میگه که بحر الطاف تو بی پایان بود، ناامید از رحمت از شیطان بود. لا تقنطوا من رحمت الله،
شما ناامید از رحمت الله نشید. انه یغفر الذنوب جمیعا، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله همه گناه ها را میبخشد. یکی از نام های الله غفور هست، بخشنده هست. الله حیایش میگه یک بنده دست به درگاه الله بلند بکنه و بگوید یا الله مرا عفو بکن، مرا ببخش، ما از گناه های خود دست بردار شدیم. الله حیایش میگه دست بنده را خالی پایین کنه، بی مغفرت پایین بکنه، البته با شرایط دعا. پس به دوستای عزیز که با الله آشتی بکنید تا وقتی که آفتاب از طرف مغرب نبرآمده دعا را الله قبول میکنه. اینمی لحظه که ما تو در اینجا هستیم، اینمی یک فرصت است، یک چانس است برای ما که از الله مغفرت خواهی بکنیم. یرسل السماء علیکم مدرارا. وقتی که شما از الله مغفرت خواهی کردی آسمان چی میشه؟ متواتر پی در پی بارانهای موسمی برای شما میبارد. الله در جای دیگه میگه که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. اگر اهل دیار، قریجات، اهل شهرها ایمان بیارن و تقوا بکنن، ما درهای آسمان و زمین را، برکات زمین و آسمان را براشان باز میکنیم. این از چی میشه؟ از تقوا میشه، از مغفرت خواستن و رجوع به الله میشه. پس دومین نتیجه یا پیامد استغفار چیست؟ بارانهای دوامدار. و یمددکم باموال و بنین. چون این سوال کردم قبل نوح علیه السلام که اولادهای ما دیگه ما اولاد نداریم، از اولاد شدن مان خانمای ما. الله میگه که و یمددکم باموال و بنین. الله شما را مدد میکنه، کمک میکنه، یعنی براتون اولاد، بچه ها و دخترها براتون نصیب میکنه. این از چی است؟ از برکت استغفار. یک سخن نگه به یادم آمد. امروز جوان ما رسی کرده 2 سال 3 سال در خانهش اولاد به دنیا نمیه. میبینیم میره پیشه بعضی ملاهای جادوگر که عقیده و دین ایمانش هم خراب میکنه، میره که به من تعویض بده که من اولاد پیدا کنم، در حالی که اولاد دادن، اولاد ندادن از جانب الله هست. او تعویض و ملاسب به تو فایده نداره که بر تو تعویض بده به خانه تو اولاد بشه. نعوذ بالله. خیلی او ملاسب در جایگاه الله قرار گرفته. خیر اگر قرار به این باشه که ملاسب اولاد داده بتونه، رزق کسی از زیاد کرده بتونه، خیر نعوذ بالله دیگه موقف الله دیگه صفر شده. الله هیچ دیگه کارآمد نیست. حالا ملاسب دیگه شتیجه اولاد میته، رزق روزی از زیاد میکنه و گشایش کار میشه، تعویض میته تو کارگر میشی. این همه شرک و کفر است. پیامبر علیه السلام میگه کسی که پیش یک فالبین میره، پیش یک جادوگر میره، تنها برفتنش 40 روز نمازش الله قبول نمیکنه. اگر کسی پیش او جادوگر میره و گپایی که میگه از غیب، چتیات و چرندیات برش میگه، بازی جناب قبول میکنه، میگه ولا راست. پیامبر خدا به صراحت میگه که فقط کفر بما انزل علی محمد. این آدم کافر شده
با آنچه که نازل شده بالای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی با قرآن اسلام کافر شده. بله اگر کسی پیش یک عالمی میره میگه من اولاد ندارم، من رزق روزیم کم است، من چه کاری بکنم الله برام اولاد نصیب کنه، من چه کاری بکنم رزقم زیاد شود، در رزقم برکت حاصل شود. یه عالم حقانی است، عالم دین است، مثل ملاهای جادوگر نیست. این افسوس که نام ملا را در سر از ماندن، نام علمای حقانی را بد کردن. و امروز کلمه خدا نمیخوان. شما در شب روز وقتی که امر به معروف یک پروسه را گرفت که جادوگرها را جمع میکنند، تقریبا ما چندی تا دیدم یک شمه که تقریبا بیش از 30 سال است سر مردم به اصطلاح چال رفته روان است، پیسه مردم عجیبش میکنن، ریشش سفید شده، شاید 60-70 ساله آدم باشه. میگه این میراث از پدرم گرفتیم. شما در فیسبوک ها دیدی؟ میگه تو بخون سوره فاتحه را، شما قبول بکنید الحمد شریف تا آخر خوانده نمیتونن، سبحانك اللهم خوانده نمیتونن. باز دور از اهل مجلس مردم دیوانی ما میرن پیشونموز یک آدم، تو بگی آقا صاحب یا فلان صاحب با ما یک تعویض خبطی مشکلم حل شد. وقتی که پیش یک عالم کسی میره، عالم دین است، براش مشوره میده، میگه اینی آیات قرآنی را بخوان، اینی دعاها را بخوان، نماز تهجد تا قضا نکن، براش راهنمایی به اساس قرآن و حدیث میکنه، راه تقوا را براش یاد میده. این اشکالی نداره. ما داریم آیاتی داریم، احادیثی داریم که احادیث فراوانی که در باب دعوات دعاهاست که همش دعاهایی است که اگر او را انسان بخونه بسیار در زندگیش تغییر وارد میشه، بسیار مشکلاتش رفع حل میشه. پیش تو عالم جایز است کسی بره، اما پیش همچون جادوگرها هم زیان مالی است که پول فراوان ما را میگیرن، و هم زیان ایمان و عقیدتی است که ایمان و تقوای ما شما را خراب میکنه، ما را به ایمان میسازن. و یجعل لکم جنات، و سومین چیز، چهارمین که الله چه میکنه؟ باغهایتان سرسبز میسازد. با واسطه چی؟ با واسطه استغفار کردن. و یجعل لکم انهارا، برای شما جویهایی که خوش شده او را روان میسازد. ما لکم لا ترجون لله وقارا، پس شما را چی شده که او ذاتی که قدرت همه اینها را داره او را شما بزرگیات نمیکنید، او را پرستش نمیکنید؟ الله سبحانه و تعالی در جای دیگه میگه که و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. ما آب را منبع حیات هر چیز قرار دادیم. پس آب است که منبع حیات انسان، حیوانات، حشرات و نباتات است. و حتی امروز بلندترین ساختمان هایی که شما میبینی اگر آب نبوده باشه ساختمان ها هم به این شکل بلند نمیشه. آب است که منبع حیات است برای بالخصوص برای زندگان ها. الله در سوره ملک در آخرین آیاتش میفرماید قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا، میگه آیا شما دیدی یا چی فکر میکنی این اصبح ماؤکم غورا، وقتی که آب شما پایین بره، فمن یأتیکم بماء معین، الله چالش میده، هشدار میده. پس کی است که برای شما آب نرم و شیرین را پس بلند بکنه؟ کفار امروز بونمو قدر قدرت و تکنولوژیشون آب فرو رفته روان است
قدرت ازیر ندارن که آب از زمین بلند بکنن. این عجزشان است در مقابل قدرت الله سبحانه و تعالی. در حالی که به خاطر سلاح‌های شیمیایی کیمیایی گازهای گلخانه‌ای جور کرده روان است که خودشون حالا به مشکل دچار شدگیستند و میگن که به اثر اونمو گازهای گلخانه‌ای است که زمین روز به روز گرم شده روان است. اینها طبیعت الله را زدن خراب ساختن و حال خودشان به او درد و مرض و به او مشکلاتش مواجه هستند. و ناگفتن نباید گذاشت که بعضی اوقات این خوشحالی ها یک فشار بالای بنده هاست. بعضی اوقات امتحان الله است. در حالی که این سوال براتون پیدا نشه که تنها ما هستیم که در خوشحالی به سر میبریم. نه خیر. پیشتر اشاره کردم داستان پیامبر خدا را که زمان پیامبر خدا که پیامبر در بینشان موجود است، دین خدا تطبیق میشه، مردم به تقوا و اعمال صالحه زیادتر پابند هستند، اما میبینیم خوشحالی آمده. به اونها امتحان بود. در زمان حضرت عمر صاحب خلیفه عادل اسلام میبینیم که با او جایگاهی که داره، با او حکومتی که داره سراسر عدل و انصاف است، در زمان از هم خوشحالی میه. پس در همچه حالات برای امت مسلمه یک امتحان است که الله در این حالات اینها را امتحان میکنه که کی پابند به دین خود میمونه، کی به الله رجوع میکنه. و بعضی اوقات یک هشدار میباشن، قسمی که الله میفرماید که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میگه ظاهر شد تباهی و فساد در روی زمین به اثر چیزی که انسان ها با دست خود انجام میدن. امروز خوشحالی ها که است، مشکلاتی که در روی زمین است، این از خاطر اعمال ماست. ما امروز از الله فاصله گرفتیم که این تو حالات و مشکلات بالای ما آمده روان است. ما کس دیگه را ملامت نکنیم. الله میگه ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظاهر شد تباه و فساد و بربادی و مصیبت ها و خوشحالی و قحطی و بیکاری و بی‌پیسگی به خاطر چی؟ به خاطر آنچه که انجام داده دست انسان ها. الله باز در آخرش میگه لیذیقهم بعد الذی عملوا لعلهم یرجعون، تا ما بچشانیمشان یک حصه از نتیجه اعمالشان را تا یا به ما رجوع بکنه. پس اینجا موضوع امتحان واضح میشه. هم یک فشار است در الله ما را متوجه میسازه، یک هشدار است، میگه تا ای که بچشانشان کمی از جزای اعمالشان را لعلهم یرجعون، تا که رجوع کنن پس به سوی ما، به سوی دین ما، به سوی رحمت ما رجوع بکنن. یک جنبش، یک هشدار، یک تکان است. در جای دیگه میگه که در سوره انبیاء و نبلوکم بالشر والخیر فتنه و الینا ترجعون، ما شما را با خوبی ها و مشکلات و دشواری ها و سختی ها امتحان میکنیم تا به سوی ما رجوع کنیم. اگر مردم متقی باشند، به خدا آراسته باشند، باز هم این حالات چرا؟ امتحان است. به پیامبر امتحان بود، به حضرت عمر امتحان بود برای صحابه، همین قسم در طول تاریخ.
و بعضی ها یک هشدار می باشه، یک مشقت می باشه تا اینکه الله اینها را به سوی خود متوجه بسازه. در حالی که از بارانهای موسمی کرده پیامبر خدا در حدیث میگه تطبیق دین خدا در روی زمین از 40 روز باران متواتر کرده اهمیتش بالاتر است. حضرت عمر دین خدا را تطبیق میکرد، مردم در رفاه و آسایش زندگی میکردن، اما باز هم میبینیم که خوشحالی و قحطی در اون وقت میه. در یکی از روایات اسرائیلی میگه بالای قوم هود علیه السلام 3 سال باران قطع شد. قوم پیش هود علیه السلام آمدن، گفتن ای هود برای ما از الله باران بخواه، آب بخواه. هود علیه السلام در جوابشان گفت که به خاطر محو و نابودی گناهایتان از خدا آمرزش طلب بکنی، الله مشکلتان رفع میکنه. پس ببینید هم از داستان انبیای گذشته، هم از حالت پیامبر خدا و هم از اقوال و اعمال صحابه معلوم میشه که خوشحالی ها ارتباط مستقیم به گناه های ما داره. هر زمانی که ما به خدا رجوع بکنیم، به الله به دینش پابند شویم، مشکل ما رفع میشه. اگر نکردیم مشکل سر ما شد، مشکل افزوده خواهد شد. الله در جای دیگه میفرماید که و ما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم، هر مصیبت و مشکلی که بر شما میه از دست خودتان است. و یعفو عن کثیر، از بعضی ها الله شما را میچشونه در دنیا، از بسیارش عفو میکنه. این هم رحمت الله است، کرم الله است بر بنده ها. اگر الله ما را به همه گناه های ما در دنیا عذاب بکنه، زندگی یک لحظهش خوشگذران نیست، یک لحظه هم خوشی سپری کردن نمیکنه. الله در جای دیگه میفرماید که و توبوا الی الله، شما همه ایتان و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، ای مؤمنان شما همه ایتان به الله رجوع بکنید تا شما رستگار شوید، در زندگی دنیا و آخرت شما رستگار و کامیاب شوید. و پیامبر صلی الله علیه و سلام یکی از اسباب منع شدن باران میگه که ندادن زکات است. میگه ولم یمنعوا زکات اموالهم الا منعوا المطر من السماء ولولا البهائم لم یمطروا. میگه اینها زکات مال خود را ندادن. امروز پولدارای ما کسایی که بالای زکات فرض بخیل است، زکات مال خود را نمیتن. میگه اگر به خاطر چارپایه ها نمی بود هرگز به اینها آب داده نمیشد، تمام سال خوشحالی می بود. اما از برکت حیوانات است که امروز برای ما کم و بیش باران میبارد. و دومین چیزی که سبب قحطسالی است، تکبر و خود را بزرگ دانستن در روی زمین است. از تکبر اشخاص، از تکبر حکام، از تکبر زمامدارای امور خوشحالی در روی زمین پیدا میشه. و سومینش هم گسترش و زیاد شدن فساد در بین مردم است. فساد، رشوت، قمار، دزدی، شراب و غیره چیزهایی که ما میفهمیم. وقتی فساد در روی زمین زیاد شد، اوجه قابل رحمت الله نیست. عوض رحمت الله غضب الله است که خوشحالی به بار میاد. و چهارم زیاد شدن گناه هاست که مردم از عوض ثواب به گناه زیادتر علاقمند می بوده باشد. دیگه الله سبحانه و تعالی از همه من و شما راضی بوده باشد. الله این خوشحالی ها را، این مشکلات از سر راه ما شما دور بداره و الله توفیق استغفار به ما نصیب کنه که استغفار بهترین نسخه هست. بزرگترین نسخه ای که
میتونه رحمت الله را برای ما و در روی زمین جلب بکنه استغفار است. استغفار کلمات مختلف داره. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. این کلمات هست. هر کسی که با هر لفظی میتونه از الله مغفرت خواهی بکنه. اگر کسی پیسه نداره استغفار کنه، اگر کسی اولاد نداره استغفار کنه، اگر کسی باغ و بوستانش بی آب شده استغفار کنه، اگر کسی باغش میوه نگرفته استغفار بکنه، اگر کسی بی پیسه استغفار بکنه، بالاخره نتیجهش ان شاء الله میبینیم. این چیزی است که وعده الله و پیامبرش است. و در اخیر حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یک کسی میاد پیشش میگه ما باغم خوش شده، میگه استغفار کن. دیگه من مریض هستم، میگه استغفار کن. دیگه من میگه باغم میوه نگرفته، میگه استغفار کن. کسی پسند میکنه ای بزرگوار حالا تو کلا به یک نسخت رخصت میکنی؟ میگه مگه شما نخوانی قرآن که فقلت استغفروا ربکم انه غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لكم جنات و انهارا. پیشتر یاد ترجمه کردم، ترجمه نمیکنم وقت زیاد گرفته میشه. و این لحاظ ما بنابراین این قرآنی به هر مشکل استغفار را پیشکش میکنم. دیگه الله توفیق استغفار بر ما نصیب کنه، توفیق توبه و رجوع برای خودش نصیب بگردونه. پروردگارا یک قحطی و خوشحالی را برای خیر ما تمام بگردون. پروردگارا مشکلات قحطی و خوشحالی از ما و کافه امت مسلمه را دور بگردون. پروردگارا جمع مبارک بگردون. پروردگارا مشکلات دنیوی و اخروی را حل بگردون. یا الله ما را بندای صالح مصلحت بگردون. پروردگارا گناههای ما را عفو بگردون. پروردگارا ما را شامل رحمت و لطف و مغفرت بگردون. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم.